مرکز تشخیص بخطری عضوقواری کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار دارای 5 شعبه های باکتریولوژی، انگلی، ظرف‌سنجی، زهرکیمیایی و بخطری خوراک عبارت بودند همه نمودهای تشخیص ها را سریع وقت و با صفت بلند به انجام می‌رساند. در موافقت با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، ستانسیه مبارزه علیه بیماری‌های حیوانات، آموزش‌های تکمیل اختصاصی متخصصان آزمایشگاه‌های تشخیصی عاید به امنیت عضوقه در آزمایشگاه‌های شهر و ناحیه‌های به مرکز تعلق داشته را گذرانده است. در فعالیت 12 ماه سال 2019 22813 تشخیص گذراند که از این یگان بیماری‌های خطرناک خوشبختانه به قید گرفته نشده است. تشخیص در بازار در شعبه بخطری بسیارتر گذرانده می شود و در شعبه باکتریولوژی ما کارمندان مرکز در سال 2020 نقشه داریم که همه آن تشخیص‌هایی که سال 2019 کردیم در سال 2020 با بیشتر و خوبتر پاک وجدانانه برای سالمی جامعه سهمگذار باشیم، چون که سالمی جامعه این سالمی دولت است. همچنین مرکز در بازارهای مرکزی شهر و ناحیه‌های منطقه حصار، بازار دهقانی شهر دوشنبه با جلب عالمان و متخصصان جمهوری تشخیص عاید به امنیت عضوقه را با موفقیت گذرانده است. از طرف متخصص مرکز تامینات بخطر عضوخواری در شهر حصار در حدود شهر حصار که 12 جماعت شهرک موجود است، در همه جماعت‌های دیهات و جماعت شهرک‌ها عاید کارهای فرماندهی ساحه بیتاری، ساحه فیتوسنتری و تخمی پروری در حدود شهر حصار زیاده از 10 واخوری‌ها گذرانده شدند. ما متخصصان مرکز تامینات بخطری شهر حصار برای باز هم بهتر و خوبتر فعالیت نمودن برای پیشگیری بیماری‌های سرایتی و محصولات‌های پس‌صفت در حدود شهر حصار و ساحه فیتوسنتری تخمی پروری با نشانده‌های بلند جنبش نمایی. از طرف مرکز عاید به بخطری محصولات خوراکواری، بهادهی از نگاه بهداشتی و گیگینی، همچنین عاید به بهبودی سطح زندگی و امنیت عضوقه اهالی دهات به واسطه خدمترسانی با صفت در محل‌ها کارهای فرماندهی گذرانده می شود.